دوستان گرامی پیشگویی از شما توفا از ما در برنامه فوتبال آسیا همون ادامه دارد و امروز در آزمونی که ما هفته گذشته اعلام کرده بودیم دو نفر پیشگویی درست کردند. از همه عجیبش اون است که یعقوب اودینه اون نوبت 4 نتیجه رو درست پیشگویی کردند و امروز باشد باز با 2 نتیجه برای نویل شدن با این توفاهایی که از ویگا فارما با ما از پردیفین با ما می شود مبارزه برند، چون 2 نفر هستند و این یک نفر دیگری که اینجا اومدن خیلی جوان هستند. از کدام خاطر وقتی که ما این پیشنهاد رو کردیم که از چمپیونات های آسیا بود نتیجه ها گفت چرا از انگلیس و از دیگر چمپیونات های مشهور نمی‌رسید که پیشگویی کردن آسان باشد. اما من فکر می‌کنم که آسیا رو هم پیشگویی کردن ممکن است. محمد رفیع نبی محمد رفیع نبی فصل برای غلیب رو مویانگر ما چیکار میکنیم؟ همه چیز اینجا دوستان گرامی یگون چیزی مخفی نیست، همه چیز گشوده است، آزاد است و فکر میکنم که اینجا ما والله 2 نوشته رو جا کردیم که یکی توپ و دیگری نوشته خولی، یعنی شما اومدید یک چای می نوشید از نزد ما و بعد میروید، یعنی این همون معنی رو دارد که کدام از اینها در بازی امروزی ما غلبه میکنند. خوب بگویید اکنون کدام شما پیشتر این گفتم که نوشتجات رو میگیرید؟ 2 نوشتجات است اونا یک جویه میکنیم برای که باوری پخش شود که یک روزی به شما باخته بودید. بفکرم یک بار اومده بودید فولوی پیشین شما نرسید بودید که نمیشد یک تایی به همه توی که روید یک علاقه غلیبه باید این سال. خب بگیرید شما میگید که شما کنید خب شما هم بگیرید چون که خوری رو هم ببینید. دوستان گرامی چه هم گفتم ممکن است امروز محمد رفیع بختش بلندی نکرد ولی جوان است. دانشجو هستی؟ کی هستی تو؟ دانشجو هستی یا کی مکتب خون؟ بیاید نزدیکتر شناسیشون در کدام مکتب تحصیل میکنی؟ مکتب اکسنسی شهر وحدت. خانه رو از وحدت اومدی تو؟ بسیار هم از راه دور اومد است اما توپ نصیبی او نکرد. فکر میکنم که در برنامه‌های آینده محمد رفیع حتما با توپ از اینجا برمیگردد در صورتی که تنها یک خودش باشد. این گونه مثلا گویم پرکشی نباشد که باز به چیزی با آنجا برگردد. از همین خاطر دوستان گرامی باز یک بار دیگر یعقوب اودینه رو تبریک میگیم با این توپی که بریدن 2 تا شد و فکر میکنم که در صورت بار دیگر بریدن یک مغازه باز بکند و توپ را میفروشد. سلامت باشید. تو یا صورت